استاد یک سوال بود. در یک ویدیو گفته بودید که در 3 وقت نماز خوندن درست نیست. در یکی از همین وقتها در وقتی که آفتاب در همین ساعت 12 در مرکز ده، در وقتی که می ایستد گفته بودید آفتاب، اگر به خاطرتون باشه همین آفتاب می ایستد. آفتاب قیام شمس میگن در اصطلاح شریعت. قیام آفتاب همین که اینجا می ایستد به معنای اینکه اگر ما یگان چیزی فرض کردیم، یگان ستون یا یگان عصا یا نیزه زدیم بر زمین، وقتی که زدیم سایه آن از حرکت باز می ایستد. اگر آفتاب وقتی که برآمد سایه همین چیز در این طرف میشد، در مقابل. لیکن وقتی که آفتاب به کبیدی آسمان میگن در حدیث ها، در جگری آسمان میبیاد، سایه گم میشد. وقتی قیام میگن 2 یا 3 دقیقه یعنی آفتاب از حرکت باز میایستد میگن. اینه یعنی در نزد علمای شریعتی. بعد زوال هست، وقتی در آمدن پیشین زوال یعنی آفتاب به حرکت میدارد، زال آفتاب رفت. با وقتی که آفتاب که حرکت کرد با سایه پیدا میشد، سایه پیدا میشد. بعد همین سایه وقتی که یک برای سایه اصلی شود، مثلا همین نیزه 1 متر باشد، سایهش 1 متر شد، این سایه اصلی خودش است. بعد از آن با 1 برابر دیگر شود، نماز عصر میدارد در نزد جمهور علما. یعنی این چینک ها هست. زوال وقتی در آمده اولی پیشین است. قیام 2-3 دقیقه پیشتر از وی. در همین مدت نماز خواندن ممکن نیست. آفتاب در میان آسمان می ایستد. این وقتها غالبا وقتایی که آفتاب پرستا به آفتاب سجده میکردن تا اینکه عبادت ما مثل عبادت مشرکان نشود. یعنی شریعت ما را از مانندی به مشرک ها، بیدین ها، حیوان ها، مردها را به زن ها مانندی نشوید، یا به حیوان ها مثال مانندی خروس نماز نخوانید، مانندی دانخوری خروس، یا مانندی سگ پاهاتون کشاد نمانید، یا مانندی شیطان ها با دست چپ نخورید ننوشید که شیطان ها با دست چپ میخورد و مینوشد. یعنی ما باید کارهای ما به غیر دین ها، شیطان ها، مردها باشیم به زنها، زنها باشیم به مردها، و اینچنین به حیوان ها باید مانند نشود. از جمله در وقتی که آفتاب می براید، می شیند، می ایستد، در همین وقتها یعنی که نماز نخواندن تا اینکه مشابهت به اهل مشرکان نشود.